من شیرآقا بسپی دانشجوی کورسی دومی فاکولته فیلولوژی توجیک و ژورنالیستیکا امروز من میخواهم که از روی نامیناسیای کودکانه اشتراک کنم، ادبیات بچگانه اشتراک کنم. چی بچگانه؟ نه کودکانه نه. اثر نثری زیاده از 80 تا مطالعه کردم. من بدتر خوندم ولی چیش نکردم. قصه شباب و خوشرنگ از کدام اثر است؟ از مثنوی معنوی است این قصه، یعنی شغال میخواست که یعنی به مثل چی باشد، شعر باشد و یک روز وی همین خیلی به نزد خومی رنگ ها می رود، به نزد خومی رنگ ها می رود و در آنجا خود را یعنی در آنجا خومی رنگ ها را می بیند که و خود را یعنی در یکی از همین خمهای رنگ میکند، رنگالود میشود. وقتی که وی به نزد همین دوستانش میاد، به نزد روباهای دیگر میآیند، یعنی همه با آنها مینگرد، همه با او مینگرد، میگوید که از او میترسند، از او هراس میکنند. اما وقتی که یک ناگهان یعنی باران میبارد، رنگهای او یعنی از تن وی میروند، رنگش میرود، رنگ همین روبا و همه یعنی با وی معلومات میکند که هر کس باید که چی طوری که باشد باید همون خیلی زندگی کند، نباید که یعنی من روبا هستم میخواهم که با مانندی یعنی شعر باشم. اگر اثر خوب است با حیوانات باشند، اون اثر چه اثر میگه؟ این در مثنوی اومده است؟ در همین ادبیات اثر چی میگه؟ حیوان اگر اشتراک کنند اثر چی میگه؟ مثلا بهاری و سعید و چگونه اثر هستن؟ تمثیلی در باب 8 بارستان همین چی اومده تمثیلی دست. شعر از عبدالسلام دهاتی. می شویم آشنا سلام کتاب، مصلحت چی ما در هر باب، در جهان باشد آنچه علم و هنر، همش را گرفته در بر. ما تو را صبح و شام می خوانیم تا که علم و هنر دانیم، بعد از این مثل جوره جانی هیچ از ما جدا نمیمانی. از تهذیب بوسیبیان یعنی چه شعری میدونی؟ تهذیب بوسیبیان مثلا او مامون مکتب دعوت کرده شعرهایی که دعوت کرده است و در این جوش کرده است، همشون در همون تهذیب بوسیبیان هستند. این را من مطالعه‌اش نکردم. امیر چی؟ مثلا از موما از جلال اکرامی ای جلال اکرامی فقط در شعر در اثر شعر در نظم از جلال اکرامی اوجا استاد امو شعرها ما چی کگیم؟ شعرش ما کم است، اگر شعرش ما کم شد زیاده از صد غزل در پراتیچ در پرچه های شعری است. شما پرچه شعری که اشتراک کردید پیری پیره مثلا ای چی در؟ اینجا چی؟ نه این کتاب ها ما پیشنهاد شده اون پیری بیره؟ کی است پیری بیره؟ من اصلا
برای اون پیری برهنه میگویند که امی پسرک امی مرد امی نوی پسرک یک مرکبی امی یک پیره میگیرد یعنی زمستانی دراز امو را نگاه و بین میکند با او یعنی کوه میدید و با او خوراکه میدید هرچنده که پدرش میگوید که وای پیری برهم است یک روز نه یک روز امی مرکبی تو از دست میگیرد اما وای میگوید که نه پدر جان میگوید که این رو به خونه بیارند وقتی که امی زمستان دراز امو مرکب نگاه میکند وقتی که بهار میرسد وای وقتی که به اون میرسد مرکب میگیرد و میخواهد که یعنی به هزوم رود در آن میرود که امو مردی امو پیرم جنبه است امو مردی پیر وقتی که امی پسرک در او رفته در قطی مرکب است میگوید که این مرکبی مرا ده یک بارگر تو را در این بالای مرکبی خودم بینم گوشایت را یعنی میبرم و این پسرک باشد گریه کرده به خانه میآید پدرش میگوید که من گفته بودم که وای یعنی پیری برحم است یعنی چی با مرکبش را میگیرد با وعده خود وفا نمیکند تصور خوندنی خیلی بسیارن لیکن شعر کم پرازیت کرده من با چی روی خدا چی است؟ تاویش تقدیره نه زنطلو باید ازاد جب زدن خوب لیکن کمتر مقدار شعر بود کمتر زیاد میکنه که رو برخواست بیسته بیشتر خود میکنه استاد جهانگیر از ادبیات جهانی چی بچه گونه جهانی چی خوندم کشتن کرد بعد نه سرگذشتی چی بوراتینو را مطالعه کردم ای کی تولستوی پرا خونده چی صد آوا واسه از من تا خیر مطالعه کردم من کتابم از امیرجان شکوهی امینجان شکوهی باغی شکرهند در شکر باغی شکرهند چند قسم است چند باغ کدام باغ را خوندید امی یک باب شب امی یک چی بود کتاب خیلی باب نام بود مثلا در اینجا گپ بود درباره نامش میگوید که آبزد خوندید آب چرا میزنند او در اونجا مگه که در امون دهشون آب نیست در دهشون آب نیست کی میگه آب شکرخند نام عمومی مجموعه است در درون چند قسم باغ تقسیم می‌شود من یک قسم یک قسم شخونده یا یک شعر دارید جوانمرد این از چی هسته از بهارستان عبدالرحمن جمیل جوانمردا جوانمردی بیاموز زی مردان جهان مردی بیاموز نکویی کن بدان کو با تو بد کرد درون از کین کنجویان نگه دار ما یک توصیه برای بحث می‌کنیم مثلا موضوع شروع کنیم برای مقطع میلیونه بازم فکر کردیم شما نمی‌تونید ما را می‌رید دارم آیا نه مثلا فرض کنید یکم این دوم این سه الان شروع رو با ترتیب معین مونده شروعش از یک شب بس از این از صد تا اینجا چه هم یک تا بس کنید شما نظامنامه را با 50% نه یک 30% است اینجا نظامنامه تماما یک شروع درست اینا والی است نمیگه دیگه بسیار عبارت نمی‌سوز است نشده اینه می‌گی که جهانی خطکار می‌کنی فقط نظامنامه خطکار می‌کنی در آن نیست مثلا بعد از این لولی شعر می‌کنید ای بذاریم لولی ادبیات کلاسیکی هم هست ای حافظ سعدی و یا شعر از دکاگیم امیر خواهش میکنم با نظامنامه شیاس باشه توقعی که در هر یک اوبای کلمه از اون خود میکنید لازم نیست از اون میکنید آماده میشود